الحمدلله، به فضل و رحمت الهی ما و شما در سپاره 26 رسیدیم و سوره احقاف است. در آغاز سپاره 26 سوره احقاف است و احقاف وجه تسمیش به احقافی است که احقافی همون منازل قوم عاد در یمن بوده و چون در اینجا ذکر از اونا رفته، این سوره به نام احقاف گفته شده است. سوره مکی هست و سوره های مکی ما و شما میفهمیم که فرق بین مکی و مدنی امی هست که در سوره های مکی توحید و دلایل توحید، اثبات وجود خالق متعال و رد شرک و مشرکین و نتایج توحید بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب، نزول از این کتاب که قرآن عظیم الشان است، من الله العزیز الحکیم، از جانب الله است که العزیز بسیار غالب است در انتقامگیری از دشمنای خود، الحکیم بسیار با حکمت است در تشریع و تقنین. الله متعال زیاد تأکید میکنه، چرا از شرایط توحید همی است که انسان مسلمان وقتی به وحدانیت الله باور داشت، به نزول قرآن عظیم الشان از جانب الله باور داشته باشه و اگر کسی از این مسئله انکار میکنه در حقیقت و مسلمان گفته نمیشه. زیاد در قرآن تکرار میشه که قرآن عظیم الشان کتابی است که از جانب الله نازل شده، به خاطر از اینکه دشمنای اسلام همیشه این شبهه را ایجاد میکنن که این قرآن که است توسط محمد صلی الله علیه و سلم نوشته شده یا ایر محمد صلی الله علیه و سلم از دیگرها یاد گرفته. الله متعال میگه این اندیشه های کفری هست و شرکی هست و مردم های بیدین یهود و نصارا این افتراعات میکنن به خاطر روگرداندن مردم از قرآن و الله متعال گپ از اینا را رد میکنه و همیشه چندین جای تکرار کرده که این قرآن که است تنزیل الکتاب من الله، از جانب الله هست، اللهی که او خالق است، معبود است، از جانب محمد صلی الله علیه و سلم نیست، او مخلوق است. العزیز الله غالب است و الحکیم و الله هست که این کتاب خدا با حکمت و با آیاتی که قوانین حکیمانه دارن نازل کرده. الله متعال میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اینمی قسم که قرآن عظیم الشان بر توحید آمده هست، خلقت آسمان ها و زمین و آنچه در آسمان ها و زمین است کل ازی به خاطر و به هدف تثبیت توحید است. اینجا حق به معنای توحید. ما خلقنا السماوات، ما خلق نکردیم آسمان ها را، و الارض و زمین را، و ما بینهما و آنچه که در آسمان و زمین است، الا بالحق، مگر به هدف رسیدن به توحید. اگر کسی در آسمان ها تحقیق میکنه و متخصص زمین شناسی و یا متخصص است در امور آفتاب و مهتاب و سیارات و کهکشان ها، اینا حقیقتا این موجوداتی که در اینجا است کل از اینا تحقیق در اینا باید یک نتیجه بر انسان دانشمند بده که او وحدانیت الله است. حالا اگر یک نفر بسیار خود دانشمند میگیره و متخصص میگیره و مسلکی میگیره و در اناتومی و فیزیولوژی وجود انسان و یا هم در آسمان ها و زمین در سیارات تحقیق میکنه و ایره به توحید نمیرسانه، این عالم نیست پیش الله، این جاهل است. از این خاطر بسیاری از ساینسدانا، بسیاری از دانشمندا، بسیاری از دانشمندای علوم طبیعی، دانشمندای علوم اجتماعی، اینا وقتی که تحقیق میکنن در مخلوقات الله، باز اینا میگن که چی است؟ واقعا الله ذات یگانه هست. یک وقتی من در این پانتون نو استاد مقرر شده بودم، یک استاد بود پوهان بود، امرای ما که میششت، ما که برش از وحدانیت الله و از توحید گپ میزدم، بازو من میگه فارام بشی، ما که در شما به حساب نظری وحدانیت الله را بیان میکنین، ما متخصصین ساینس همه روزه در لابراتوار خود دلایل وجود و وحدانیت الله را میبینیم.
بر من مثلا نگو. من وحدانیت الله را هر روز در لابراتوار خود مشاهده میکنم که لابراتوار فیزیک، لابراتوار بیولوژی، لابراتوار کیمیا و حتی در لابراتوار ریاضی و سایر علوم طبیعی. میگه ما وقتی که میریم اونجا معادلات در ریاضی مطالعه میکنیم و موجودات کوچک کوچک ذریبینی را در لابراتوار فیزیک و بیولوژی و کیمیا مطالعه میکنیم. بر ما دلایل وحدانیت الله هر روز عملی به چشم میبینیم. از این خاطر از لوی پاستور وقتی که پرسان کردن که تو وقت میکروب کشف کردی عقیدت به وجود الله چطور شد، گفت وقتی که من میکروسکوپ لوی پاستور کشف کرد و اولین بار موجودات ذره‌بینی را دید که اینا تأثیری در امراض داره. پیش از اون مردم در خرافات زندگی میکردن، بسیاری کسایی که بیدین بودن اینا میفتن که مثلا مرض جن است و چطور است و فلان است و دیو است و پری است. وقتی که میکروبا کشف شد بالاخره دانشمند لوی پاستور گفت که عقیده ما به الله 100 چند شد. چرا؟ خالق با عظمت است که چیزهایی را خلق کرده که انسانها در او ایران هستند. الله متعال میگه ما خلقنا السماوات والارض، ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین و ما بینهما و آنچه در بین آسمان و زمین هستند از مخلوقات الا مگر بالحق، به هدف رسیدن به چی؟ به توحید و اجل مسمى و به یک وعده مقدر شده. این آسمان هم یک وعده مقدر داره، یک وقتی از بین میری، زمین هم از بین میره، سیارات هم از بین میرن. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، اما انذروا، از آنچه که اینا ترسانیده میشوند، معرضون، اعراض میکنن. حال وقت شما مشرکین الله را قبول ندارین، غیر الله را شما پرستش میکنین، الله متعال میگه تو بیارین نشان بتینمی معبودتانم. قل ارایتم، بگو برشان آیا دیدید ما تدعون من دون الله، آنچه را که شما دعوت میکنین، دعا میکنین، دست دعا برشان بلند میکنین، عبادت میکنین، من دون الله، بغیر از الله. اینجا در من دون الله علما میگن که کل مخلوقات داخل میشه. چی کسی ملائکه را پرستش بکنه، چی کسی پیغمبر را پرستش بکنه، چی کسی نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین را پرستش بکنن، چی کسی هر مخلوقی از مخلوقات الله را پرستش بکنه، برشان بگو که آن کسانی را که شما عبادت میکنین بغیر از الله، ارونی، برای من نشان بتین که ماذا خلقوا من الارض، چی چیزی از زمین خلق کردن. آیا اینا کدام ستاره را خلق کردن، آفتاب خلق کردن، مهتاب خلق کردن، کدام کوه را خلق کردن؟ نه. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یا شریک هستن در خلقت آسمان ها یا در حاکمیت آسمان ها، یا چی کرده میتونن؟ ای از امو جای خود شور خوردن نمیتونن. ایتونی بیارین به کتاب من قبل هذا، کتاب قبل از قرآن، او اثارت، یا کدام روایت من علم، از علم، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. و من اضل، و کیست گمراهتر ممن، نسبت به کسی که یدعو من دون الله، که دست دعا را بلند میکنه من دون الله. ببینید من دون الله، کسی که بسیار ظالم و مشرک است، کسی که دست دعا را بلند میکنه به غیر از الله، به دربار ملائکه، به دربار پیغمبر، به دربار جن، به دربار بت، به دربار درخت. دیگه بسیار از این که کس مشرکی یافت نمیشه که دست دعا را به غیر الله بلند میکنه. به کسی بلند میکنه که من لا یستجیب له، که او اجابت دعا کرده نمیتونه، الی یوم القیامه، تا روز قیامت. و هم، و امی کسایی که اینا دست دعا برش بلند میکنن، ای خودشان عن دعاهم غافلون، از دعایشان غافل هستن، او دعایشان نمیشنوه. او ملائکه که در آسمان است، تو که 100 دفعه او را صدا بکنی، جبریل امیل صدای موتی را نمیشنوه. چرا نمیشنوه؟ حالا علم غیب نداره. جبریل در جایی که هست، ولو که رئیس ملائکه هست، عالم الغیب نیست، صدای موتی را نمیشنوه. جن صدای موتی را نمیشنوه. او جنه که مثلا آل ابلیس شاید در خانه کدام کافر مصروف باشه، صدای موتی را میشنوه. یا مثلا کسی که در قبر دفن است، این خودش خود روحش اگر شهید است، پیغمبر است، روحش خودن جاهای
زیر عرش الله در قنادیل است و اونجا در جنت است. حالا اگر ما صدا میکنیم به نام از اون شخص میگیم یا محمد یا محمد، آل محمد صلی الله علیه و سلم صدای ما را شنیده میتونه؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده هست و علم غیب نداره. وقتی که علم غیب نداره، حالا که بگیم یا محمد به داد ما برس، به این معنا که خی محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب داره، صدای ما را میشنوه. و کسی که یکی داره داشته باشه در شرک مبتلا است. شرک در صفت علم غیب الله، توحید در علم غیب الله. پس عالم الغیب الله هست. از این خاطر الله متعال میگه که او کسایی را که شما دعا میکنین به غیر از الله، هر کسی که باشه، او از دعای تو چی است؟ بیخبر هست. او دعای تو را نمیشنوه که اجابت بکنه. و اگر بشنوه هم، مثلا شاید یک کسی برشان بگه که والا ممکن است که می دعای مرا یک ملائکه برش از اینجا بشنوه و ببره برش انتقال بده، و اگر بشنوه هم اجابت کرده نمیتونه. چرا؟ رابطه از با دنیا چی شد؟ قطع شد. حالا اگر مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین با دنیا رابطهشان می بود، حال می آمدن در جهاد اشتراک میکردن، در رهبریت اشتراک میکردن، رهبریت مسلمانان را منسجم میساختن. چون آل رسول الله صلی الله علیه و در صف جهاد نمیکنه، به خاطر که کردن کار خدا، وظیفهشان ختم شد، دین تکمیل شد، رسول الله صلی الله علیه و فعلا انتقال کرد به اونجا. از اون خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد، بعضی از صحابه بسیار هیجانی شدن، متاثر شدن، احساساتی بودن. حتی عمر رضی الله عنه گفت فکس بوده که محمد صلی الله علیه و سلم مرده، مکزیم شمشیر گردنش مشکام، رسول الله، حبیب الله، دوست الله، پیغمبر الله، چطور میمره؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه چون ریش سفید بود، احساساتی برخورد نمیکرد، یار رسول الله صلی الله علیه و سلم در هجرت بود. در قرآن صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده است رسول الله صلی الله علیه و سلم او را در امامت در نماز پیش کرد و پشت سر ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوانده. شخصیت بسیار عالی بود، نخبه. آمد برشان گفت که من میگم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرده. آیات قرآن فراموش کردین که اف ان مات او قتل لانقلبتم علی اعقابکم، اگر پیغمبر بمره و یا شهید شوه، قتل شوه، لانقلبتم علی اعقابکم، شما باز پشت سر میگردین، مرتد میشین. و ما محمد الا رسول، پیغمبر رسول است. قد خلت من قبله الرسل، پیش ازی بسیار پیغمبران سپری شدن. نکنین افراط در شخصیت پیغمبر. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده هست، در حال عالم برزخ است. باید با این پیغمبر محبت داشته باشی، ایمان داشته باشی. کتاب که گذاشته هست به این کتابش عمل بکنی و با وصیتش که گفته ترکتم فیکم ما ان تمسکتم به ولن تضلوا ابدا. چی بر شما ترک کردیم؟ که اگر شما به او تمسک کنین گمراه نمیشین. چی است؟ کتاب الله و سنتی، قرآن عظیم شان است و سنت است. اینمی هست، ایره بگیرین. پس اینجا هست که او کسایی را که شما دست و دعا برش بلند میکنین، احساساتی برخورد میکنین، صفات الله را بر از اون مخلوقات میتین، ایده اسلام نیست. یعنی فرق است بین محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقار و عظمت دادن بین رسول الله صلی الله علیه و سلم، که باید هر مسلمان سرش فرض است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بکنه؟ محبت داشته باشه، عزت بده، رتبه از رو بسیار بلند بدانه، او را رسول الله بدانه، او را محبوب الله بدانه، سر از او درود بفرسته. و فرق از بین از این افراطیتی که باز پیغمبر از دایره مخلوق بودن بکشه و صفات الله را بر از او بده، بازی شرک است. پس الله هست، پیغمبر است. الله خالق است، پیغمبر مخلوق است. برای مخلوق امو صفات را برش بده که اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این بسیار رتبه بزرگ است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و برای الله اشهد ان لا اله الا الله له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. این صفات الله هست. اینا اگر کسی جزء اول کلمه را میگیره به جزء دوم کلمه میته، اینجا باز افراطیت در اینجا هست. صفات الله را برای الله نسبت بدین و صفات مخلوق برای مخلوق. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در مقابل الله قرار میگیره، الله خالقش است و این مخلوق است، این بنده هست، این رسول الله هست.
وقتی که رسول الله هم باز در مقابل ما قرار میگیره که خود مقایسهش میکنیم، باز رسول الله هم از ما کرده و میلیاردها میلیارد مرتبه مقام و منزلت و عزت و شرف و کرامتش از ما کرده چی است؟ بلندتر است. اینه. پس نه این قسم بکنیم که خود با پیغمبر تشبیه بکنیم. بعضی کساست ادعاها میکنه که خود از پیغمبر هم کرده بلند رتبه میده. نه پیغمبر عبادت نکرده من میکنم، نه چیز پیغمبر نکرده من میکنم، میده دین است. پیغمبر نکرده حتما نکرده دیگه محال از او که رتبه بلند است. بعضی کسا این قسم افراط میکنه و بدعت ها را میاره و خود رتبه خود از کی کرده بلند میکنه؟ از پیغمبر کرده. این هم ناروا و حرام است. و بعضی کسای دیگه باز پیغمبر آنقدر رتبهش بلند میبره که صفات خالق برای کی میته؟ برای پیغمبر میته. الله میگه این افراط و تفریط نکنین. الله را با صفاتش بشناسین و پیغمبر با صفاتش بشناسین. الله خالق است، پیغمبر مخلوق است. الله صفاتی داره که به خالق بودن از او شایسته هست و پیغمبر صفاتی داره که به مخلوق بودن از او شایسته هست. اینه. ان الذين تدعون و من اضل و کیس گمراهتر ممن نسبت به کسی که یدعو من دون الله که دست دعا را بلند میکنه به غیر الله و محبت از او از محبت الله کرده برتر میدانه یا مساوی میدانه؟ نه برتر نه مساوی. چرا؟ محبت پیغمبر اصل نیست، اصل محبت الله هست. اصل محبت الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. خی پیغمبر به خاطر الله دوست داریم که محبوب الله هست، دوست الله هست. پس ما پیغمبر هم به خاطر ازی دوست داریم که الله اینه بر ما معرفی کرده. وقتی که الله معرفی کرد که رسول الله هست و اسوه هست، ما ایره دوست داریم به خاطر دوستیش با الله. اینه. و من اضل و کیس گمراهتر ممن نسبت به کسی که یدعو من دون الله دست دعا بلند میکنه به غیر از الله، من به کسی که لا یستجیب له که او اجابت دعا را کرده نمیتونه. چرا؟ المجیب اسم از اسماء الله هست، اجابت کننده دعا. المجیب نام کی هست؟ نام الله هست. این نام نه از ملائکه هست، نه از پیغمبرها هست، نه از نبیین هست، نه از صدیقین هست، نه از شهدا، نه از صالحین. حالا کسی که دست دعا به این پیغمبر بلند میکنه به این معنا که این پیغمبر المجیب است. وقتی که المجیب گفت اینجا صفت الله را برای کی داد؟ برای پیغمبر. بعضی اوقات بعضی دوستای ما هستن احساساتی برخورد میکنن. با احساساتی برخورد که خود مشکلشان این میشه که صفات الله را برای کی میتن؟ برای پیغمبر میتن و اینجا مشکل پیدا میشه. و شرک هم علتش اینمی است، افراد در محبت شخصیت های بزرگ. در طول تاریخ شما ببینین شرک از کجا پیدا شده؟ در طول تاریخ شرک از کجا پیدا میشه؟ از افراد در شخصیت ها. نباید افراد کرد. از آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم کل پیغمبرها را قبول داریم، بله. کل اولیاء الله را قبول داریم، بله. رتبهشان از رتبه ما که بلندتر است. صحابه را قبول داریم، کلشان را قبول داریم. آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول داریم، بله قبول داریم. کلشان را محبت داریم، بله داریم. لکن افراد نمیکنیم. افراد چی هست؟ که محبت احساساتی افراطی زیادی در شخصیت از اینا شود که بعضی اوقات صفات الله بر از اینا داده شود. الله بر بنده خود هر چیز میته، صفات خود بر مخلوق نمیته. این قاعده هست. الله بر بنده خود هر چیز میته، کرامت میته، نبوت میته، رسالت میته، معجزه میته، بسیار چیزا برش میته، زندگی برش میته، اما صفات خود برش نمیته. از این خاطر نباید صفات الله را بر چی بیتیم؟ به مخلوق. و اگر کسی این صفات الله را به مخلوق میته، باز اینجا شرک در صفات میشه. باز نامش چی میمانه؟ محبت پیغمبر. پیغمبر سمی محبت خوش نداره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی یک شخص آمد برش گفت که الله میفهمه و تو میفهمی؟ گفت اجعلتنی لله ندا؟ تو مرا شریک الله ساختی؟ گفت پیغمبر تو الله میفهمین. گفت تو مرا شریک الله ساختی؟ فقط بگو که الله میفهمه. اقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ اصحاب خدا درس ادبی میداد در قسمت ادب در مقابل الله متعال.
و من اضل و کس گمراهتر ممن نسبت به کسی که ید و دست دعا بلند میکنه من دون الله بغیر از الله بغیر الله، من به کسی که لا یستجیب له که بر از او اجابت کرده نمیتونه الی یوم القیامه، تا روز قیامت اجابت کرده نمیتونه. و هم عن دعائهم غافلون، و اونها از دعای از اونها چی هستن؟ بیخبر هستن، هیچ نمیشنوه که بر تو اجابت بکنه، و اگر بشنوه هم اجابت کرده نمیتونه. و اذا حشر الناس، و وقتی که محشور میشه مردم، یعنی جمع کرده میشه مردم، کانوا له اعداء، باز می باشن بر از او دشمن، و کانوا به عبادتهم کافرین، و می باشن به عبادتشان کافر. چی معنی؟ یعنی کسایی که افراط میکنه بعد از مرگ پیغمبر، بعد از مرگ ولی، بعد از مرگ یک شخصیت او را عبادت میکنه، میگه وقتی که باز در روز قیامت شوه ام ولی دشمن این شخص میشه، امی ولی دشمن از این مشرک میشه. میگه تو چرا افراط در حق ما کردی که مرا شریک الله ساختی؟ و کانوا بعبادتهم کافرین، و میگه پروردگار این عبادتی که اینا برای ما کرده این اصلا حماقت است، لودگی است، بیعقلی است که برای ما کرده، این دشمن ما هست. چرا دشمن ما هست؟ سعی کنید سختی است که در روز قیامت یک نفر میزنه میگه اون دوست داره خدای ناراض، اون دوی بیچاره میگه مانده است الله ناراض است. این میره تمام روز مثلا با پیغمبر سجده میکنه، بر صحابی سجده میکنه، با آل بیت سجده میکنه، صفات الله را برازو میته. در روز قیامت امی ولی و امی دوست الله دشمن از این شخص میگرده. چرا دشمنش میشه؟ این سوال پیدا میشه چرا دشمنش شد؟ میگه به خاطر ازی که این سر از او تهمت میکنه که یعنی که زنده بود خدا خالق میگه. مثلا من بمرم، یک مثال براتون میگم، من بمرم یک کسی بعد از مرگ من بیاید قبر من برای من رکوع بکنه، برای من سجده بکنه، خب زور ما خورم میرسه، من خب مردیم، کالی یک سیلی محکم از این قبر بزنم که برگم شو لوده من کی تو رو چی ایناله. این وقتی که من به قبر من رکوع میکنم و سجده میکنم و گرد قبر من مردم دور میته بیان یک طواف کنیم گرد قبر استاد، این به این معنا میشه که این مردکه سر من تهمت کرد که استاد که زنده بود ایوازی که به عبادت الله مردم دعوت کنه، به چی دعوت میکرد؟ به عبادت خود. اینه ای خوشحال بود که زیر قبر از ما مرغ بکشیم، ای خوشحال بود که زیر پای ازید زیر قبرش مثلا گوسفند بکشیم. اینه در حقیقت در روز قیامت من دشمن درجه یک از این شاگردای خود می باشم. برش میگم تو شاگرد من نیستی، تو دشمن من هستی، به خاطر از اینکه تو مرا غلط بر مردم معرفی کردی. اینا کسایی که با پیغمبر رکوع سجده میکنن دشمنش در روز قیامت امو پیغمبر می باشه. امی آیت قرآن امیر میگه. متوجه هستین؟ و اذا حشر الناس، و وقتی که مردم جمع کرده شوند در روز قیامت، کانوا لهم اعداء، امی کسایی را که اینا عبادت کردن بر از امی کسایی که اینا را عبادت میکردن چی میشن؟ دشمنشان میشه. پیغمبر میخزه برش میگه خب ما تو را کی گفته بودیم بیا پیش قبر من گوسفند بکش؟ ما کی گفته بودم به ایوازی یا الله بگو یا فلانی؟ من گفته بودم که ایوازی که الله را ذکر میکنین ایواز نام الله نام مرا بگیرین؟ ما براتون گفته بودم که من مشکل کشا هستم؟ ما براتون گفته بودم که صفات الله را بر ما بتین؟ کانوا لهم اعداء. میفهمی چقدر سخت است؟ بسیاری کساس به اساس محبت افراطی بر پیغمبرها و قبرهای پیغمبرها و قبرهای اولیاء و قبرهای نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین طواف نمیکنن، رکوع نمیکنن، سجده نمیکنن، در مقابل قبر از سجده نمیکنن، برای دست دعا بلند نمیکنن. پیغمبر سمیف الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. و عبادت خاص برای کی است؟ ایاک نعبد، خاص برای الله. علی قرآن که نازل شده بالای کی نازل شده؟ بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما رو تعلیم داده اولین معلم قرآن کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود الله متعال که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم امی آیات بر ما و شما چی کرده؟ بر ما و شما رسانده هست که و اذا حشر الناس، و وقتی که مردم جمع میشوند، کانوا لهم اعداء، باز اینمی مردمایی را که اینا عبادت میکنن اینمی چی میباشه بر از اینا؟ دشمن میباشن. عیسی علیه السلام دشمن عیسی پرستا میباشن. حالا بسیار مردم مثلا نام خدای چی ماندن؟ عیسوی و مسیحی ماندن که ما چی هستیم؟ ما بنده های عیسی مسیح هستیم. عیسی علیه السلام دشمن از اینا میباشن. بسیاری کسای دیگه هستن بسیاری اولیاء الله را عبادت میکنن، امی اولیاء الله دشمن از اونها میباشه در روز قیامت. و کانوا لهم، الله که است، از الله که کی صادق تر است؟ الله صادق است. الله میگه اینا باز دشمن یکی دیگه میباشن. و کانوا بعبادتهم کافرین، باز عبادتی که اینا بر از این معبودای خود کردن یا را معبود خود جور کردن
الله میگه اینا همین معبودایشان این تمام از عبادت های ازیاره به ارزش قرار میده. میگه 1 روپیه نمیارزه. این بیچاره رفتن صاحب چقدر برای قبر از او قالین خریدن، چقدر برای قبر از او چراغا خریدن، چقدر صاحب اونجا حلوا پخته کردن، چی دیگ ها را بردن و چی مالیده هست و چی نظر است و چی گوسفند است و چی گواه است. در اونجا که ببینه یک دفعه ولی الله برش میگه که دشمن ما اول تو هستی، دشمن دم بر یکی مرا غلط بر مردم معرفی کردی. دوم تمام کارهایی که کردی در شرک است، من از تمام از این کارهای تو بیزار هستم. کل اعمال کفران به ضد چی میه؟ شکران میه. من تشکر تو فکر میکنم من از تو تشکری میکنم که به قبر من قالین خریدی، در گرد قبر من طواف کردی، مردم به عوض عبادت الله آوردی به عبادت من. تمام اعمال از این میگه که چی میکنن؟ کفران میکنن. باش میگه 2 روپیه نمیارزه. حالا که از پیش من ای که از پیش ازی میره که او ولی من خب بسیار افتخار میکردم که من دوست ازی هستم، ای که مرا آل راند، حالا چطور کنم؟ حالا دیگه باز که میره که حیران میمانم. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، و وقتی که بر از اینا تلاوت شود آیات ما، الله متعال میگه بینات، چه واضح و روشن است. میبینید آیات قرآن که میخونید چه واضح و روشن است، نه؟ که نکنین به غیر الله عبادت، دست دوار به غیر الله بلند نکنین، مخلوق صفات الله را برش نتین. الله متعال میگه وقتی که اینی آیات برشان خوانده شود، قال الذين كفروا للحق، باز کسانی که به حق به توحید کافر شدن، لما جاءهم، برشان وقتی که میگه هذا سحر مبین، این چی است؟ این جادوی آشکارا هست. این اصطلاحاتشان است. عالم که برای مردم که مجرد توحید است بیان کنی چی میگه؟ وهابیست. حال نمیگه سحر، حالا چی شد؟ وهابیست. برش بگی وهابی چیست؟ میگه وهابی کافر است. من میگه لا اله الا الله توحید بیان میکنم، میگه توحید که بیان کرد کافر است. خیلی چی رو بیان بکنه؟ ایره بیان نکنه. الله متعال میگه جگر خون نشین. ام یقولون افتراه. بعض اوقات باز چی میگه؟ میگه ای گپایی که میگه پیغمبر که شما غیر الله را عبادت نکنین، این 360 بت را که در اطراف کعبه ماندین میگین 360 اولیاء الله هست، ما اولیاء الله را دوست داریم، ما اولیاء الله را عبادت میکنیم، ما اولیاء الله را آوردیم مجسمه هاشون پالوی کعبه ماندیم. باز میگه ای گپا را نکنین، این شرک است، کفر است. بازیا میخیزن میگن که این افترا هست، تهمت است، ایره دروغ گفته پیغمبر، ایره الله نگفته این کار رو بکنی. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله، ان افترایته، اگر من ایره افترا کرده باشم، فلا تملکون لی من الله شیئا، باز شما مالک و اختیار ندارین از من الله، از جانب الله شیئا چیزا، هو الله که از اعلم بما تفیدون فیه، او بسیار عالمتر است او چیزهایی را که شما تفیدون فیه که زیاده روی میکنین، میسازین، با او پیوند میکنین. این شرکیاته، این کفریاته. کفا به شهیدن، کافی است که الله شاهد باشه. انشاءالله الله شاهد ما و شما هست، بین ما و بینکم، و هو الغفور الرحیم، الله غفور الرحیم است. قل برشان بگو. بعضی اوقات میگه مردمای بیدین که از دیگه چی دلیل میگن؟ میگه بعضی اوقات مردمای بیدین دلیل میگن، دلیلشان چی است؟ میگه گپا را نو پیدا کردن، اصلا این گپا هیچ وجود نداشت، این مردم کشیدن، این پیغمبر آمد این گپا را کشید. اگر نه پیغمبرای سابقه این گپا نبود که بت عبادت نکو، قبر عبادت نکو. چون رسول الله صلی الله علیه و آله آمد بیخی مردم حتی از رفتن به قبرستان منع کرد. بعد از اینکه مردم خوب توحید فهمیدن، باز گفت کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من شما را اول از رفتن به قبرستان و به زیارت ها و به زیارت قبرها من شما را منع کردم. الا فزوروها، آل برین به قبرستان، به خاطر که آل عقیده تان جور شده، قبر پرستی نمیکنین بلکه اونجا مرگتان را یاد میکنین. در اول بیخی رسول الله صحابه را چی منع کرد؟ از رفتن حتی به قبرستان منع کرد، تا که خوب عقیده توحید در قلب از اینا جای گیره. این کسایی که عقیده توحید در قلبشان جای نگرفته بودن، وای چی میگفتن؟ میگفتن این چی گپاری پیغمبر کشیده؟ بت پرستی را نمیمونه، قبر پرستی را نمیمونه، پیش بت ها کس را نمیمونه سجده بکنه، در قبرستان کس را نمیمونه چیز کنن. ما اونجا پیش بت ها، پیش قبرها یگان دیگ میبردیم، یگان حلوا میبردیم، یگان شتر میبردیم، ذبح میکردیم، میله میکردیم، عطن میکردیم. این کل چیزا را از ما منع کرد. سابق خی گپا نبود. الله متعال برشون میگه قل بگو ما کنت بدعا من الرسل، ما تو کدام پیغمبر نو آمده نیستم.
که من بدعت ایجاد کرده باشم. بدعت نوآوری هست. من کدام پیغمبر نو نیستم که قبل از من پیغمبران آمده باشن. و ما ادری، و من نمیفهم که ما یفعل بی ولا بکم، که چی بالای من میشه و چی بالای شما میشه. این اتبعو، من که این گپ ها را میگم مطابقت از چی میکنم؟ من مطابقت نمی کنم الا ما یوحى الیه، مگر آنچه که بر ما وحی میشه. و ما انا الا نذیر مبین، و من نیستم مگر ترساننده آشکار. شما را از این قبر پرستی و بت پرستی می ترسانم که نتیجه ازی خوب نیست. دست دعا که بر از اینا بلند میکنین به منفعت شما نیست. ذبح کردن بر از اینا ذبح عبادت است. فصل لربک، نماز به الله بخوان، و انحر، و ذبح حیوان بکو به نام الله. نکنین کارا را. قل ارایتم، بگو بر شانه رسول الله صلی الله علیه و اگر شما ان کان من عند الله، آیا ارایتم، آیا دیدید، این کان اگر باشه این قرآن من عند الله، از جانب الله، و کفرتم به، و شما به قرآن کافر شوین، و شهد شاهد من بنی اسرائیل. اینا میگفتن که در امتهای قبلی نبود. یک دفعه یک عالم بنی اسرائیل که عبدالله ابن سلام است، ای آمد و مسلمان شد و بر مردم گفت که او مردم، امی چیزایی که امی پیغمبر میگه کل ازی در تورات و در انجیل هست. خیلی باز شما چی میگن؟ قل، بگو برشان ارایتم، آیا دیدید، این کان من عند الله، اگر امی قرآن از جانب الله باشه، و کفرتم بهی، و شما به کافر میشین، و شهد، و حالی است، در حالی که گواهی میدهد، شهادت میدهد، شاهدون، یک گواه، یک شاهد که او عبدالله ابن سلام است، من بنی اسرائیل، که او از بنی اسرائیل است، از اولاد یعقوب علیه السلام است، علی مثله، به مثل آنچه که قرآن میگه. او میگه بله اینمی چیزی که در قرآن است، این در بالای موسی علیه السلام امی قسم نازل شده، امی قسم توحید داشت موسی علیه السلام، امی قسم توحید داشت عیسی علیه السلام. فآمن، باز او عالم بنی اسرائیل عبدالله ابن سلام مسلمان میشه، و استکبرتم، باز شما تکبر میکنید. حالا چطور میشه؟ دلیل شما این است که پیغمبر چیزا را نوآورده. دلیل شما این است که قبلا ایگپا نبود. آل اگر به ضد دلیل شما از خود از اونمو اهل کتاب بیایه و شهادت بده که آنچه که در قرآن از توحید الله بیان میشه، این موسی علیه السلام هم گفته، عیسی علیه السلام هم گفته، در تورات هم است، در انجیل هم است، در صحائف ابراهیم و موسی و دیگه صحیفه های قبلی هم است، باز چی میگین؟ باز او ایمان بیاره و باز شما کافر شوین. او دلیل داره مسلمان میشه، و تو که دلیل نداری از خیالت گپ میزنی کافر میشی. این الله متعال میگه برشان بگو که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه کی؟ قوم ظالمی که نه عقل داره، نه منطق داره، نه تاریخ میخوانه، نه جغرافیا را میخوانه، نه دلایل علمای دیگر را قبول میکنه، نه از خود قبول میکنه. بسیار از مردم آمدن علما بودن، از بنی اسرائیل بودن یا پیروای اهل کتاب بودن. مثلا کی؟ مثلا سلمان فارسی. سلمان فارسی آمد مثلا در فارس، اول مجوسی بود، آتش پرست بود، از پدرکلانای ما و شما را، یا همین سلمان فارسی هم که از پدرکلانای ما و شما فهمیدی؟ یعنی سلمان فارسی از این منطقه فارس که افغانستان و ایران این منطقه بود، اینه چی کردن که سلمان فارسی از این منطقه خیست. پدرش آتش پرست بود، هر روز اینو شانده بود که بچه‌م، من ملک از این قریه هستم، سر دیگه کس اعتبار ندارم، تو بچه‌م هستی، بسیار خوب نان و همه چیزهای تو آماده هست، به کارمار نیاز نداری. گفت پدر چی کنم؟ گفت یک وظیفه بسیار خوبش میتم. چی است؟ امی آتش در بده. خوی سلمان استاد بود، سهل کردم میرفت که این چیست؟ یا میفتن این چی کست؟ این معبود ماست، خدای ماست، آتش هم میگفتن. این سلمان که سهل کرد که آتشی که یا پشتش گپ زدن میرن این خود 5 دقیقه مچوب نپرته میخو گل میشه. این چه قسم است؟ این خب به ما محتاج است. سلمان دیگر روز میره در راه، سهل میگنه که یک جای یک عالم شیشته درباره توحید و وحدانیت الله و یا گپ میزنه. پس می بر پدر خود میگه چی گپ است؟ میگه پدری خب شما غلط میکنین، آتش خب معبود نیست، خالق آسمان ها و زمین خالق است که ما تو را حتی چشم قدرت دیدن از او را نداره. او است که ما را خلق کرده، نه که ما او را چوب برش انداخته بریم. با سلمان رضی الله تعالی عنه از اینجا میکشه و باز بالاخره سلمان میره پیش یک استاد، پیش دیگه استاد، پیش دیگه استاد، بالاخره پیش یکی از استادای خود که از اهل کتاب است میرسه. آدم بسیار میگه با تقوا میباشه. بازو برش میگه استاد، این استادش وقت مرگش است، این که
جای مرگ می باشه. سلمان برش میگه که استاد چطور کنم؟ میگه چی گپ است؟ میگه حال که تو فوت کنی من پیشکی برم درس بخوانم. او برش میگه بچه مگه میخوای که راه حق پیدا بکنی؟ اگر میخوای که راه حق پیدا بکنی دیگه برو برادر عزیزم، من خب وقت مرگم است، کاش که ما هم زنده می بودم. برو ده کجا برو در منطقه فاران. فاران در کتاب از این آمده. فاران کجاست؟ فاران منطقه است که در اونجا بچه ابراهیم علیه السلام در اونجا تولد شده. منطقه کوهستان است، ما شما میگیم کوهستان. فاران منطقه کوهستان است. در اونجا که بری بازی پیغمبر در منطقه فاران، در اون منطقه که اسماعیل علیه السلام تولد شده و بزرگ شده، در اونمون منطقه که دین ابراهیم بی بود، بچه ابراهیم علیه السلام است، او را فاران میگه. در فاران ای پیدا میشه و باز از منطقه کوهستان هجرت میکنه به نخلستان. کوهستان جایی که بسیار کوه هست و نخلستان جایی که بسیار درختای خرما هست. فهمیدی یا نه؟ و وقتی که اونجا رفتی باز ای دو علامت داره. یک علامتش است که ای پیغمبر خیرات خور نیست. حالا بسیار امتاش به نام پیغمبر چی میخورن؟ خیرات خور هستن. ای پیغمبر خیرات نمیخوره. یک علامتش است. دوم علامت از این پیغمبر است که در تخته پشت از یک دانه مهر نبوت است که مثل یک نصف سیب وارد می تخته پشت از معلوم میشه. با سلمان فارسی حرکت میکنه و میایه و در راه بالاخره از اینجا که حرکت میکنه، این عرب ها دیگه سابق که بود قوافل از اینا منطقه ملوک الطوایفی بود. این بیچاره رکت مال و گوسفند و وسایلی که داره این صاحب چور میکنه قافله زیاره و این به بالاخره میبرن در مدینه سر یک یهودی میفروشن. این در همون باغ یهودی کار میکنه که صدا میشه که پیغمبر در مکه چی کرده؟ ظهور کرده. و این پیغمبر میایه به نخلستان. این خب بیچاره جای رفتن نمیتونه، پیش از این یهود هستی ظالمی که خریده باز میگیره. این که میره پیش پیغمبر میبینه که آمد، این میره که همین دو علامت در پیغمبر ببینه. علامت اولش وقتی که پیش پیغمبر میره یک قاب خرما را میمانه که خرما را مان رسول الله صلی الله علیه و آله پرسانش میکنه که چی است؟ صدقتون ام هدیه؟ صدقه خیرات است یا هدیه است، تحفه است، مثل که یک دوست برای دوست خود تحفه میبره، یا این که صدقه و خیرات است که برای فقرا داده میشه. میگی شخص گفت نیست بی صدقه است خیرات است، میگیره گفت من نمیخونم ببر به فقرای مهاجرین جز برای زنابتی. سلمان فارسی میگه خب صبح که آمدم باز یک قاب خرما را آوردم پیش روش ماندم، میگه مرا گفت صدقه هست و یا هدیه. فهمیدی؟ امت رسول الله هم آدمی قسم باشه، نه خیرات خور باشه یا بخوره، گدایگر باشه دست بلند است که تو بیتی یا دست پایین که تو خیرات بگیری. باز میگه صدقه است یا هدیه؟ سلمان فارسی برش میگه که نه صاحب این صدقه نیست، ما هم تو بر شما این تحفه آوردیم. باز میگه رسول الله یک دو دانه از خودش هم خورده برای اصحاب خود هم داد. میگه علامت اولش ما فهمیدم. علامت دومش میگه دیگه روز هم تو شیشه بود ما میرفتیم در پشت سرش هم تو یک چیز مثل کال احرام بسته میکنن. نه وقت مثلا مردم فقیر بودن تو لباسای زیاد چیز نبود، تو چیز وارد اگر چیز رسول الله سمود میگه همی چادرش یا همی قدیفش میگه تو شورک میخورد. میگه من در پشت سرش تو استاد بودم سال میکردم که این مهر نبوت در تخته پشتش هست یا نیست. میگه رسول الله متوجه شد که من این طرف خودم میکنم. میگه اصلا که خودش این چادر خدا پایین کرد که باش من تخته پشتشه و مهر نبوت ببینم. این هم شهادت داد سلمان فارسی که کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و چندین نفر دیگه هست، مثلا در وقتی که طائف میره اونجا هم یک کسی از بنام عداس، او هم عالم از اهل کتاب است که باز در اونجا او را هم امی قسم میگرفته باشن و در چوری گپا را غلام میساخته باشن. باز اونجا که میره که اگه فکرتان باشه باز انگور میبره برش روان میکنه، اما دو نفر قریشی روان میکنه که ببر برشی که میره. میگه از کجاستی؟ میگه من از فلانی منطقه هستم، نینوا. میگه خود از سوریه از نینوا هستی یا میگه از جای پیغمبر الله یونس ابن متی علیه السلام هستی؟ میگه تو از کجا فهمیدی که چی است؟ بازی میگه که من رسول الله هستم، این تو بالای من وحی آمده. او میگه من خب پشت زمین برآمده بودم. ای باز میایه
او رسول الله صلی الله علیه و عداس هم چی میکنه؟ تایید میکنه. الله متعال میگه قل بگو بر از این مشرکین ارایتم آیا شما دیدین ان کان من عند الله، اگر می قرآن از جانب الله باشه و کفرتم به و شما با قرآن کافر میشین و شهد و شهادت میته شاهد شاهد من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل و همچنان شاهدای دیگه از اهل کتاب علی مثله به مثل از که اینمی توحیدی که در قرآن است، همی ایمان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت، اینمی چیزایی که در قرآن آمده اینمی چیزا عینش در کجا هست؟ همین ایمانیات در تورات و در انجیل هم هست. باز شما چی میکنین؟ فآمن، باز همین اشخاص از بنی اسرائیل ایمان بیارن، اهل کتاب ایمان بیارن. واستکبرتم، ولیکن شما باز تکبر بکنین. اگر شما علم میداشتین خب قبول میکردین، علم قبول میکردین، خونه شهادت آمد، لکن شما تکبر میکنین. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالمان را.